مخلصان نورسان برادر جهانگیر مجیدوف در اینجا نشسته است. کجا است خود جهانگیر مجیدوف؟ تیمور رحیموف پهلوان قد بلند سنگین وزن جایزه‌دار مسابقه های بین المللی گران پری گراند سلام، پهلوانی که میان جوانان در چمپیونات جهان مقام سیوم را کسب کرده است. تیمور رحیموف جایزه‌دار مسابقه های بین المللی در گشتنی ملی گشتری جدا. دولتجان نظریف فرزند خیرالله نظریف پهلوان یک تک کبود پوشیده مبارزه میبرد با این رقیب قد بلندش. خوب گمان میکنم برای دولتجان مبارزه با تیمور کمی دشوار هم خواهد بود، زیرا از جهت تجربه، از جهت قد و بست تیمور تجربه دیده مسابقه های جهانی است. اینجا به هر حال ورزش است، رقابت است، اینجا وقت نشان میدهد که کی بهتر است و کی همان غلبه مهم را به دست میارد. اصلا از جهت قد و بست اگر گیریم برای تیمور آسانتر هم هست. ببینید در یک فرصتی که اگر پیدا کند تا رقیب را درست از همون جداگیش اگر دارد، پس پرتاب کردن برایش آسان می شود. یادآور باشم که آخرین نتیجه که تیمور رحیموف به دست آورد این در مسابقه بین المللی گشتنی ملی در دوشنبه شهر بود که به نزدیکی برگزار گردید و توانست با نماینده جمهوری ازبکستان آلتوبایوف پیروز گردد و مقام اول را اشغال نماید. این بود همون نتیجه آخری که تیمور به دست آورد. خب باز اینجا چون مشاهده می شود تیمور از آغاز فعال است، از آغاز تلاش می کند که یگان عملی را انجام دهد که بر سودی او باشد. گمان میکنم در مسابقه امروزه محض در همین وزن برای دلخواه ورزشگر با تیمور رقابت کردن دشوار هم هست، زیرا باز گپ سری تجربه. الکی ببینید دولتجان دو شیدا دارد. این شیدا به خاطر کمفعالی و به خاطر برآمدن از همان مرکزی معین شده میدان بود. در صورتی الکی ایپان است. اینجا حرکتی که تیمور انجام داد ببینید چگونه تیز و تون بود که حتی فرصتی دیدن هم نکردید. ببینید همین لحظه نه این حالت بوغی کردن است. ببینید تسلیم شد، دولتجان تسلیم شد و تیمور